امام الشافعي میفرماید این در کتاب الرساله امام الشافعی و در کتاب احکام القرآن امام الشافعی میفرماید، دقت کنید از کلام امام الشافعی، میفرماید فذكر الله الكتاب وهو القرآن. الله کتاب را بیان نموده که قرآن است. این دیگه شکی در آن نیست. امام شافعی در کتاب الرساله جلد 1 صفحه 73 میفرماید و ذکر الحکمة، حکمت را بیان نموده، میفرماید فسمعت من ارضى من اهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلی الله علیه و سلم. میفرماید من شنیدم از چه کسی؟ از کسی که من ازش راضی هستم، از اهل علم به قرآن، یعنی از اون افرادی که من دیگه به آن اطمینان دارم، اعتماد دارم، متخصص هست در اون زمینه، ازش شنیدم که فرمودن حکمت یعنی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اون هم میفرماید امام شافعی و هذا یشبه ما قال والله اعلم. دقت کنید، میگه دقیقاً همون میرساند، یعنی اون مطلبی که گفته همون است، ولی الله بهتر میدونه. نگاه کن از تواضع امام شافعی، یعنی مطلب به این روشنی باز هم میفرماید والله اعلم، حقیقت الله میدوند، ولی اهل علم و تخصص با قرآن همینو میگه. بعدا میفرماید امام شافعی داره استدلال، میگه چرا این قول که من شنیدم قول بسیار دقیق و واضحی است، و ذلك انها مقرونه مع کتاب الله. میگه چون حکمت با کتاب خدا با هم اومدن. درست. اول گفته کتاب، بعدا گفته حکمت، این دو تا با هم اومدن. و ان الله افترض طاعت رسوله، و پروردگار اطاعت از رسولش را فرض نموده. دقت کن از این کلمه. و حتم علی الناس اتباع امره، و بر مردم واجب نموده، قطعی، به صورت قطعی از مردم خواسته که از امر او تبعیت کنند. همین آیه که خوندی فلیحذر الذین یخالفون عن امره، اون کسانی که از امر او نافرمانی میکنند بترسند که دوچار فتنه شوند در دنیا و در آخرت دوچار عذاب علیم. بعدا میفرماید فلا یجوز، دقت کنید چقدر قاطعانه میگوید، بعد الاستدلال میکنه فلا يجوز ان يقال لقول فرض الا لكتاب الله ثم سنة رسوله. میگه امکان ندارد، اصلا جایز نیست به قول هیچ کسی بگویید فرض است مگر برای کتاب خدا چنین چیزی و برای سنت رسول. پس امام شافعی به این صورت استدلال میکند، باز هم ادامه میدهد هیچ مخلوقی جایز نیست از او پیروی کنید، تبعیت کنید از حرفش اگر مخالفت سنت رسول بیان باشد.